سلام. همون استراتژی نگاه باز اینجا USG PY تایم فریم 1 ساعت. اینجا با مثلا داره قیمت داره به صورت توی 1 ساعت داره میاد پایین. اینجا که اومد پایین بعدش اینجا میبینیم مثلا اینجا یک گره ایجاد میکنه، یعنی میاد اینجا یک گره ایجاد میکنه. حالا قیمت باز دوباره میاد پایین. حالا ما البته اگر این قیمت وقتی میره مثلا به این مقاومت میخوره باید یواش بره. حالا با این که پرقدرتم رفته بازم شده، ولی باید ما انتظار داریم که این حرکت قوی باشه، بیاد اینجا بخوره. مخصوصا این حرکت باید قوی تر از این حرکت که میاد بالا باشه. اولا نزولی باشه، دوما این حرکتی میاد پایین باید قوی بریزه، یواش بیاد بالا. اگه یواش آمد بالا، خب حالا باز میریم تایم فریم 5 دقیقه، نه تایم فرمش کردم 5 دقیقه. اینجا باز خط روند میکشم. اینجا این قیمت داره چیکار میکنه؟ این قیمت اینجا این خط روند 5 دقیقه رو میشکنه. وقتش که هست وارد معامله نمیشیم، وامسیم تا یک پین بار ببینیم. اولین پین بار اینجا پین بار زد، اینجا همینجا وارد معامله میشیم. اینجا وارد معامله میشیم. حالا مثلا اینجا من اینجا گذاشتم دیگه، اینجا وارد معامله میشیم. استاپ منم پشتی میذاریم. میبینیم که قیمت از اینجا تا اینجا آمده پایین، یعنی تا اینجا الان آمده پایین.